گلهای تازه، برنامه شماره 161. در آغاز این برنامه گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور پیش درآمد ماهور اثر استاد علی اکبر شهنازی را اجرا می کند. آنگاه عبدالوهاب شهیدی غزلی از سعدی را به همراهی سنتور فرامرز پایور و کمانچه رحمت الله بدیعی می‌خواند و سپس تصنیف عشق تو از حسام السلطنه مراد و تصنیف زمن نگارم از درویش خان را با شعر ملک الشعرا بهار می‌شنوید. در این برنامه گویندگی شعر را آذر پژوهش و صدا برداری را ایرج حقیقی و حسن عسکری به عهده داشتند.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم. حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم.
به مجمعی که در آموین شاهدان دارم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم یا نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم جانم یا حدیث روز نگویم، حدیث روز نگویم، گل بهش نبویم یا جمال هو جمال هور نجویم، دوان به سوی تو باشم، دوان به سوی تو باشم. هزار بادی سهل است با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم
صد یار به سوی تو باشم. هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. عشق تو آتش جانا، عشق تو آتش جانا، زد بر دل من بر باد غم داد آخر، بر باد غم داد آخر گل من. روی تو چون دیده دل، روی تو چون دیده دل، بهتر ز لیلا. روی تو چون دیده دل، روی تو چون دیده دل، بهتر ز لیلا.
شد بند زنجیر دار، شد بند زنجیر دار، مجنون دل من شد بند زنجیر دار، شد بند زنجیر دار، مجنون دل من. وصل تو مشکل مشکل، وصل تو مشکل مشکل، جان دادن آسان، یارب کن آسان آسان، یارب کن آسان آسان، این مشکل من. یارب کن آسان آسان، یارب کن آسان آسان، این مشکل من. یارب کن آسان آسان، یارب کن آسان آسان، این مشکل من. ز من نگارم عزیزم خبر ندارم، به حال زارم حبیبم نظر ندارم، خبر ندارم من از دل خود، دل من از من عزیزم خبر ندارم، دل من از من عزیزم خبر ندارم. کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست، کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست، کجا پرد مور عزیزم که پر ندارد، کجا پرد مور
عزیزم که پر ندارد. اما نزدین عشق عزیز من و فقا نزدینه، اما نزدین عشق عزیز من و فقا نزدینه، که غیر خونه جگر ندارم، که غیر خونه جگر ندارم. اما نزدین عشق عزیز من و فقا نزدینه، اما نزدین عشق عزیز من و فقا نزدینه، که غیر خونه جگر ندارم، که غیر خونه جگر ندارم. همه سیاهی عزیزم، همه تباهی، مگر شب ما عزیزم سحر ندارد. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 161 بود که با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، فرامرز پایور، رحمت الله بدیعی، محمد اسماعیلی و گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور در ماهور اجرا شد.